اول مواد لازم آترین براتون میگه. کره حتما دمای محیط باشه. آب ولرم باشه، شیرم همینطور، نه سرد باشه نه گرم. خمیر مایه هم خارج از ایران هستین از مایه استفاده میکنیم. اول آب، شکر و خمیر مایه‌مون رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. کنار میذاریم یه چند دقیقه تا عمل بیاد. کاغذ روغنی رو میبریم که برای سرخ شدن راحت تر باشه. حالا تخم مرغ رو اضافه میکنیم. هم میزنیم با چنگال یا با همزن دستیمون تا از لختی در بیاد. بقیه مواد رو اضافه میکنیم. شیر ولرم و خمیرهایی که به عمل اومده. آرد رو کم کم اضافه میکنیم. به این صورت قالب میزنیم و سرخش میکنیم. نوش جانتون.